منتخب جودوی تاجیکستان برای تکمیل خوبی جسمانی در شهر آوموری ژاپن با مشغولیت‌های تمرینی تعلیمی فرا گرفته شدند. مشغولیت‌ها تا 23 آگوست سال جاری جریان گرفته، سپس تیم جودوی کشور در مسابقات قهرمانی جهان که در ژاپن دایر می‌گردد شرکت می‌ورزد. منتخب جمهوری تاجیکستان اوید با جودو جهت گذرانیدن جمع آمد مشق تعلیمی به شهر آوموری ژاپن سفر برگردید. در این جمع آمد منتخب تاجیکستان با شمول 6 ورزشگر خیام‌الدین جبارов، بهروز خوجازاده، اکمل مرادов، کامرانشاه استوپیریان، تیمور رحیمов، محمد جان عبدالجلیلов با راهبری مربی ولادیمیر یلچنینov اشتراک میکنند. این تدبیر ورزشی در اساس یادداشت تفاهم میان کمیته ملی المپی تاجیکستان و شهر آوموری دولت ژاپن راه اندازی شده است که ضمن سفری رسمی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت کمیته ملی المپی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ژاپن سنه 5 اکتبر سال 2018 به امضا رسیده بود. طبق سند مذکور حاکمیت محلی شهر آوموری با در نظر داشت ذخیره و امکانات‌های جای داشته برای از جهت روانی و جسمانی آمادگی همه‌جانبه دیدن در دوره پیش از 32مین بازی‌های تابستانه المپی و پارالمپی توکیو 2020 می‌تواند هیئت ورزشکاران تاجیک را به مشق و تمرین رایگان فرا گیرد. در شهر آوموری ورزشکاران تاجیک مورد استقبال گرم و صمیمی قرار گرفته برای مشق و تمرین و بودوباش آنها تمام شرایط‌ها فراهم آورده شده است. قابل ذکر است که دوره‌های مشق و تمرین فشرده در 2 مرحله عملی می‌گردند. برگزاری مرحله یکمی دوره مشق و تمرین فشرده از 11 آگوست تا 21 سپتامبر سال 2019 به نقشه گرفته شده. مرحله دومی چهاربینی ماه ایون سال 2020 یک ماه قبل از آغاز 32مین بازی‌های تابستانه المپی و پارالمپی توکیو 2020 برپا می‌گردد. مشغولیت‌های ورزشکاران در تالار میچیگین دریم استادیوم صورت گرفته، همچنین 9 نفر از فدراسیون عمومی ژاپنی جودو، 12 نفر از دانشگاه هیروساکی و 1 نفر دیگر از دانشگاه آوموری جودوچیان کشور را همراهی میکنند. جودوچیان با همتایان ژاپنی خویش نیروسنجی نموده، ملکه و تجربه خویش را صیقل داده ایستاده‌اند. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی منتخب جودوی کشور در شهر آوموری ژاپن تا 23 آگوست ادامه می‌یابد.